الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. دوستان و عزیزان شب زنده دار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و درود الله متعال بر شما باد و هر کجا که هستید انشاءالله در سیر سایه لطف و رحمت الله متعال در صحت و عافیت باشید. اگر سوار تاکسی شدیم یادمان رفت پول بدیم چه کار کنیم؟ خب اگر شما یادتون بره که پول بدید، راننده تاکسی یادش نمیره، حتما از شما کرایه خودشو میگیره. اما بالفرض این که شما سوار تاکسی شدید و یادتان رفت که به اصطلاح کرایه خودتون رو پرداخت بکنید، خب راه اولش این است که اگر که میشناسید طرف رو، صاحب تاکسی رو، به اون برگردونید، بدید به اون این مبلغ رو. اما اگر نمیشناختید، سر راهی بود و رفتید و امکان نداره به اون دوباره دسترسی ندارید، بهتر هست که همین مبلغ رو به نامش و به نیت اون صدقه بدید تا اینکه ثوابش به صاحبش انشالله برسد. خالکوبی مانع غسل می شود؟ خیر، خالکوبی و تتو مانع صحت وضو و غسل نیست، اما خود خالکوبی و تتو از نظر شرعی جایز نیست. این یک حکم جداگانه هست، بحث جداگانه هست. اما برای وضو و غسل شما هیچ گونه اشکالی به وجود نمی آید، وضو و غسل شما کاملا صحیح هست. آیا نامزد محرم است یا نه؟ اگر نامزد واقعا نامزد باشد، به این معنی که عقد کردید، محرم هست. اما اگر صرفا یک وعده دادن، رفتی یه جای خواستگاری گفتن باشه انشالله شما تشریف بیارید و ما راضی هستیم، این به اصطلاح عقد نیست، با این محرمیت ثابت نمی شود. اما اگر عقد انجام گرفته، ایجاب و قبول صورت گرفته در حضور 2 نفر شاهد و با رضایت ولی دختر، در این صورت نامزد در واقع محرم هست. این دقیقا حکمش همون حکم زن و شوهر هست. جهنم ابدی است یا به اندازه گناهانمان در جهنم خواهیم ماند؟ جهنم خودش ابدی هست، جهنم ابدی است و کافرانی که با کفر، هر کسی که با کفر از دنیا رفته باشد، با شرک از دنیا رفته باشد، برای همیشه جهنمی است، برای ابدالآباد بدون انتها. هم جهنم ابدی است و هم کافران برای ابد در جهنم میمانند. اما مسلمان موحدی که گناهی انجام داده، یا به تعبیر دیگر مسلمانی که فاسق بوده، اگر الله متعال بخواهد به اندازه همون گناهش مجازات می شود در جهنم و دوباره به بهشت برمیگردد. و اگر هم الله متعال بخواهد، همان ابتداءً یا به شفاعت یک مسلمان دیگری، یا به خاطر اعمال دیگری، یا به خاطر مصیبتی که بر اون آمده، یا به خاطر نماز جنازه‌ای که بر اون خوانده شده، یا به خاطر عبادتی دیگر، الله متعال یا اصلا بدون سبب هم الله متعال گناهکار را ببخشد و به جهنم نبرد. اما در بدترین حالتی که انسان مسلمان موحد ولو که فاسق باشد، وقتی که به جهنم برود به اندازه گناهانش عذاب می‌بیند، دوباره برمیگردد به بهشت. و در بهشت یک گروهی هستند به نام بهشتی‌های جهنمی، بهشتی‌های جهنمی که در بهشت به اونا میگن که این جهنمی هست، یعنی این که ابتدا جهنم افتاده بوده، دوباره الله متعال رو از جهنم بیرون کرده. هیچ مسلمان موحدی برای همیشه در جهنم نمیماند، اما جهنم و عذابش ابدی هستند و کافران برای ابدالآباد و برای همیشه در جهنم میمانند.
آیا رابطه داشتن با نامزد خود در دوره نامزدی گناه هست یا خیر؟ اگر نامزد شده این عقد شدند گناهی نیست، از نظر شرعی گناهی رو مرتکب نشدید، اما در این زمینه عرف و عادت رو باید مراعات بکنید که مبادا یعنی اختلافی به وجود بیاد و بسیاری از ازدواجها و عقدها هستند که به ازدواج در واقع و این به رفتن زیر یک سقف و زندگی و شروع یک زندگی مشترک نمیرسد، قبل از آن جدا میشوند. بهتر است که به اصطلاح آدابی رو که در منطقه شما هست، رسمی رو که در منطقه هست، به طور مثال که در زمان نامزدی نباید با همدیگر هم بستری داشته باشید، این رو باید مراعات بکنید. اما از نظر شرعی گناهی در این زمینه برگردن شما نیست. آیا انداختن حلقه در گوش مرد اشکال دارد یا خیر؟ از نظر شرعی و عرفی حلقه انداختن در گوش یا در آویزان کردن گردنبند، اینها پوشیدن گردنبند، از نظر عرفی و شرعی اینها زینت زنانه هست و زینت زنانه مخصوص زنان هست و جایز نیست برای مردان که از زینت زنانه استفاده بکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم المتشبهین را که به نساء، که مردانی را که خودشان را زننما میکنند و شبیه به زنان میکنند و زنانی را که خود را شبیه به مردان میکنند، رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین افرادی را نفرین کردند و این از نظر شرعی حرام هست و جایز نیست. آیا خوردن گوشت کفتار حلال است؟ نمیدونم، گوشت گران شده که شما به فکر گوشت کفتار افتادید یا اینکه گوسفند کم شده. به هر صورت در مورد گوشت کفتار از دیدگاه فقه اسلامی فقها اختلاف نظر دارند. جمهور علمای اهل سنت و الجماعت، این وقتی که میگویم جمهور یعنی شوافع، حنبلی ها و مالکی ها هم بر این باور هستند که خوردن گوشت کفتار جایز هست، حلال هست. منتها در مذهب امام مالک رحمت الله علیه مکروه گفتند. در مذهب امام شافعی و امام احمد هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد و حلال هست و در این زمینه روایتی هست در سنن نقل شده، ابو داود و ترمذی و بقیه سنن این رو آوردند. روایتی هست از حضرت جابر رضی الله تعالی عنه، جابر ابن عبدالله، که راوی این روایت این ابو حمار از جابر ابن عبدالله سوال میکند که درباره الضبع صید هی، آیا ضبع یا همون کفتار صید هست، حکمش حکم شکار صید هست؟ ایشون میگوید که جواب میدن بله، ضبع کفتار صید هست، شکار هست. ایشون سوال کرد که آیا من بخورم این را، آکلها، بخورم این گوشتش حلال هست، جایز هست؟ جابر ابن عبدالله گفت بله بخور، جایز هست، هیچ اشکالی ندارد. بازم ابو عمار پرسید که آیا این را رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که گوشت کفتار حلال هست بخورید؟ گفتند که بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم رو فرمودن. این روایت صحیح هست، به اتفاق علما در سنن در واقع نقل شده و از بسیاری از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم نقل شده که گوشت کفتار حلال هست. حضرت علی رضی الله تعالی عنه، ابن عمر، حضرت عبدالله ابن عباس، جابر که خودش راوی این حدیث است، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه و برخی دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که حلال هست، هیچ گونه اشکالی ندارد. حتی امام شافعی رحمت الله علیه میگوید که در زمان ما در میان صفا و مروه مردم گوشت کفتار میفروختند، یعنی یک چیز عادی بوده، عرب ها میخوردند. در زمان امام شافعی که در کتاب این رو میفرمایند که گوشت به اصطلاح کفتار فراوان بوده و مردم این رو در واقع استفاده میکردند. منتها در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گوشت کفتار رو حرام میدانند. در مورد حرام بودن گوشت کفتار روایت صحیح و صریحی که نصی داشته باشه، که دلالت مستقیمی داشته باشه، پیامبر گفته باشند که گوشت کفتار حرام هست، چون این روایتی وجود ندارد. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استدلال کردند از عمومیاتی که در این زمینه هست، یعنی از احادیث کلی که در این زمینه در واقع وجود دارد. من جمله روایتی هست در صحیح مسلم از ابو ثعلبه
خوشنی رضی الله تعالی عنه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهى عن اکل کل ذی ناب من السبع یا من السباع، که رسول الله صلی الله علیه و سلم از خوردن هر حیوان درنده‌ای که به اصطلاح شکارچی هست و ذیناب هست، نیش دارد، رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردند که این در واقع حرام است. از این حدیث کلی این استدلال کردند. اما در مورد حلال بودنش روایت صحیح و صریحی وجود دارد که کاملا دلالت دارد و جمهور علما نظرشون بر این است که روایت جابر ابن عبدالله در واقع یک نوع تخصیصی برای این حدیث است. این حدیث کلی هست و حکم کفتار که در حدیث جابر ابن عبدالله آمده این یک نوع تخصیصی هست و یک نوع استثنایی هست که در واقع در این زمینه آمده و علما این رو توضیح دادند که به اصطلاح سبع درندگان بر دو نوع هستند. یک درنده‌ای هست که به انسان حمله میکنند مانند به اصطلاح شیر و بقیه مثلا پلنگ و بقیه موارد، و برخی از درندگان هستند که از انسان میرمند یعنی فرار میکنند، وقتی که انسان رو ببینند در واقع دور میشوند و کفتار از این گونه هست. این تفاوتی هست که در میان انواع سبع و درندگان در واقع نقل شده. به صورت کلی از دیدگاه جمهور علما اشکالی ندارد و حلال هست. نماز خواندن با پای برهنه قبول است؟ حتما شما یعنی خانمی هست که این سوال رو پرسیده. نماز خوندن با پای برهنه اولاتر و بهترین است که تمام بدن زن در نماز به جز دسته هایش تا بند دست و گردی صورتش اینها جز عورت نیستند. بقیه قسمت های بدن بهتر و اولاتر است که حتی پاها پوشیده بشن. بقیه قسمت ها که واجب هست، اما در مورد پاها هم بهتر و اولاتر این است که پوشیده باشند، یعنی چادر نماز به اندازه باشه که پشت پای شما را بپوشاند. اما اگر نپوشیده بود از دیدگاه مذهب حنفی که به نظر من این قول راجح هست اشکالی نداره و نماز شما صحیح هست. البته بسیار از علما یا حتی بگیم جمهور علما نظرشون بر این است که واجب هست که حتما باید پشت پا رو هم بپوشانید. منتها روایتی که در این زمینه هست از نظر سندی صحیح نیست. حکم فروختن وام ازدواج چیست؟ ببینید در مورد وام به صورت کلی همه شما میدانید که وام گرفتن و وام دادن این جنگ با الله و رسول هست. الله متعال با رباخواران در قرآن کریم اعلام جنگ کرده و خوردن ربا یکی از گناهان کبیره بلکه جز بزرگترین گناهان کبیره در واقع شمرده می شود و در حرمتش هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد. گرفتن وام ازدواج با فروختن وام ازدواج تفاوت داره. وقتی که شما وامی رو میخواهید بفروشید یعنی این که نیاز کمتری دارید، نیازی ندارید برای گرفتن به اصطلاح این وام ازدواج، نیاز مبرم و شدیدی شما در واقع ندارید. پس بنابراین نباید که خودتان را آلوده ربا بکنید. وقتی که نیاز مبرم و شدید و بسیار یعنی حالت ضرورت و استثنایی نیست، بهتر است که شما ربا رو هم نمیگم بهتر است، نباید این کار رو انجام بدهید، یعنی وام ازدواجتان را نفروشید، زیرا که بنابر روایتی که در صحیح مسلم هست رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمودند لعن الله آکل الربا و موکله و شاهده و کاتبه هم فیه سوا. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الله متعال نفرین بکند ربا خورنده را و ربا دهنده را، هم ربا خوننده و هم ربا دهنده و هم شاهدش و هم کاتبش، اون کسی که این رو ثبت میکند و مینویسد، و فرمودند هم فیه سوا، همهشون در گناه رباخواری با همدیگر برابرند. یعنی شما به هر گونه‌ای برای ربا گرفتن و ربا دادن، ربا خوردن همکاری داشته باشید، یعنی این که برابر با همون کسی هستید که در واقع ربا میگیرد. شما ربا در واقع میگیرید یا ربا میدهید یا شاهد هستید یا
کاتب هستید، در هر صورت حکم شما یکی هست، از نظر شرعی گناه همه در واقع برابر هست. متاسفانه مردم به گمان این که ما الان در تنگنای شدیدی هستیم، من نیاز دارم و راه دیگری نیست و کسی دیگری به من قرض نمیدهد و من مجبور هستم که این کار رو بکنم، رزق و روزی هم کم شده، مجبورم که این کار رو انجام بدهم و میرم سراغ ربا، غافل از این که شما با ربا گرفتن در واقع رزق و روزی خودتان را قطع میکنید یا بی برکت میکنید. زیرا که الله متعال صراحتا در قرآن کریم در مورد ربا میفرماید یمحق الله الربا و یربی الصدقات. الله متعال ربا را نابود میکند، یا خود ربا را اصلش را نابود میکند و یا اینکه برکتش را الله متعال میگیرد. و یربی الصدقات، مال صدقه را، مال پاک را، مال حلال را الله متعال برکت میدهد، اون را در واقع زیاد میکند. والله لا يحب كل كفار اثیم، الله متعال انسانهای کفار و ناسپاس و گناهکار را الله متعال در واقع دوست ندارد. و حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بنابر روایتی که در سنن ابن ماجه هست صراحتا فرمودند که رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه فرمودند که الربا و ان کثر فان عاقبته تسیر الى قل. ربا هر چند کم زیاد باشد، شما فکر بکنید که با ربا گرفتن مثلا مال شما زیاد شده، اما آخر و عاقبتش به نابودی هست و کم شدن هست و اینو در جامعه شما دیدید. و من توصیم این هست که به هیچ عنوان وام ازدواج رو نه بگیرید و نه اون رو بفروشید. اما اگر کسی واقعا در حد مضطر هست، یعنی گرفتار 100% هست و در حد این که اگر گرسنه باشد برایش خوردن مردار جایز باشد، اگر کسی خواست که از این وام استفاده بکند، برخی از علما فتوا دادند که وامی که 4% هست و کمتر از نرخ تورم باشه، این رو بسیار از علما جایز قرار دادند. آیا می توانیم اسم پسرمان را تنها محمد بگذاریم؟ بله، هیچ گونه اشکالی نداره. می توانید که اسم پدرتون رو اسم فرزندتون رو تنها محمد بگذارید. در این زمینه هیچ گونه ممنوعیتی وجود ندارد و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که به نام من شما نامگذاری بکنید فرزندانتان را، اما به نام کنیه من خودتان را نامگذاری نکنید، این ابوالقاسم. اما در نام رسول الله صلی الله علیه و سلم که این هم نام رسول الله باشند، این هیچ اشکالی نداره. اما خود این ممنوعیت کنیه هم در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. اگر شوهر کسی بعد از ازدواج سالها از هم دور باشند، آیا نکاح فسخ می شود با در نظر داشت مشکلات زندگی؟ نه، حتی اگر مشکل هم نداشته باشند، حتی اگر زن و شوهر بدون مشکل هم از هم دیگر جدا بشوند ولی اینکه سالها جدا شده باشند، از نظر شرعی نکاح خود به خود فسخ نمی شود. نکاحی که منعقد شده، شما با رضایت همدیگر با همدیگر ازدواج کردید و عقد کردید، ولو اینکه از همدیگر دور باشید، چه به خاطر کار باشه، به خاطر مهاجرت باشه یا اصلا بدون سبب هم که باشه، از نظر شرعی طلاق واقع نمی شود. شما همچنان زن و شوهر هستید، ولو اینکه بعد از 10 سال 20 سال دیگر هم همدیگر را ببینید، بازم زن و شوهر هستید، مگر اینکه به اصطلاح خواسته باشید که از همدیگر در واقع طلاق بگیرید. آیا از نظر اسلام کسی را دوست داشتن و ابراز علاقه گناه هست؟ ابراز علاقه ای که به عنوان این باشه که شما با برادر مسلمانتون، با خواهر مسلمانتون ابراز علاقه میکنید، این از نظر شرعی اشکالی نداره. یعنی مرد با مرد و زن با زن ابراز علاقه بکنن. و در این زمینه روایتی هست رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند، یک روز یک صحابی اومد و یکی دیگر که نشسته بود گفت یا رسول الله من این را خیلی دوست دارم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بهش اطلاع دادی؟ گفت نه یا رسول، خودش نمیدانه. گفت برو بهش اطلاع بده. اون صحابی بلند شد رفت به اون صحابی دیگر گفت که انی احبک فی الله، من به خاطر الله تو را دوست دارم. اونم در جواب گفت که احبک الله الذی احببتنی فیه، که اللهی که تو به خاطر اون مرا دوست داشتی، الله متعال هم تو را دوست بدارد. ابراز علاقه و اظهار دوستی یک سنت هست در میان مسلمانان و یکی از آداب اجتماعی هست. شما با برادر مسلمانتون، خواهر مسلمان با خواهر مسلمانش دوست هست و
اون رو دوست دارد به اون اعلام بکند. اما اظهار علاقه و اظهار دوستی با جنس مخالف که منجر به رابطه به اصطلاح نامشروع و رابطه پنهانی باشد، این از نظر شرعی جایز نیست. اگر شما قصد ازدواج دارید از طریق خانواده ها باید در این زمینه اقدام بکنید. در مورد مسبل ازار لطفاً توضیح بدهید حکمش چیست؟ اسبال ازار از نظر شرعی حرام هست، جایز نیست و جز گناهان کبیره شمرده می شود، زیرا که در این زمینه در واقع هم نهی آمده و هم تهدید آمده از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما اسفل من الکعبین ففی النار. این یک وعیدی هست از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم و معمولا اسبال ازار نشانه تکبر هست و در صورتی که حتی اگر که بدون تکبر باشد باز هم از نظر شرعی جایز نیست و در صورتی که به خاطر تکبر باشد گناهش در واقع بیشتر و سنگینتر هست و جز مواردی هست که در حدیث آمده که در روز قیامت الله متعال به کسی که اسبال ازار بکند به نگاه رحمت در واقع نگاه نمی کند در روز قیامت و از نظر شرعی موردی هست که شریعت اسلامی رو حرام قرار داده و یکی از آداب اسلامی این است که انسان باید یعنی لباسش تفاوتی نداره که پیراهن باشه مانند پیراهن عربی یا شلوار باشه یا هر موردی دیگر باشه، باید بالای به اصطلاح کعبین باشد، بالای کعبین، بالای کوزک پاک کوزک و همین بند به اصطلاح استخوان برآمده به اصطلاح بند پا باید از این برابر باشد. نهایتش هم این که به اصطلاح تامین اندازه یعنی باشد. معنیش این نیست که این حتما باید دیده بشود، حتما باید دیده بشود و نمیدونم آفتاب باید بگیرد، نه، چون چیزی وجود ندارد. انسان جورابی پوشیده باشه، لباس زیر پوشیده باشه، این از نظر به اصطلاح زمستان هست، مثلا فرض کنیم که گرمکن پوشیده، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره. اما لباس رویی و شلوار یا پیراهن یا موارد دیگری که هست، مثلا پالتو، هر موردی که هست، از نظر شرعی باید بالاتر از این قسمت پا باشد. انشاءالله درست است یا انشاءالله؟ ببینید در مورد انشاءالله و انشاءالله هر دوتاش میشن انشاءالله و متاسفانه مردم یک سری چیزهایی رو یعنی خردگیری میکنند و ایراد میگیرند که در شریعت اسلامی ایرادی ندارد، ایرادی روش نیست. انشاءالله از نظر شرعی که از آداب هست. وقتی که شما خواسته باشید یک کاری رو انجام بدید، مثلا فردا تصمیم سفر دارید یک کاری رو میخواید انجام بدهید، قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما گفتند که بگویید ان شاء الله ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. در قرآن در سوره کهف اومده و همچنین در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر خواستی فردا یک کاری رو انجام بدی، تصمیم داری فردا این کار رو انجام بدی، نگو که قطعا من فردا این کار رو انجام بدم، بگو ان شاء الله فردا من این کار رو انجام میدم. ان شاء الله یعنی اگر الله متعال بخواهد، یعنی این که من خواست خودم را گره زدم به خواست الله متعال، یعنی این که اظهار بندگی میکنم پیش الله متعال که پروردگارم من از خودم استقلالی ندارم، کاری رو که تو برای من میسر بکنی، مرا موفق بکنی، من میتونم انجام بدم، ان شاء الله من فردا این کار رو انجام میدم. این که شما بگید که ان شاء الله یا ان شاء الله، هر دوتا در تلفظ یکی هست، در نیت و در گفتار شما یکی هست. هدف شما این است که اگر الله متعال بخواهد من این کار رو فردا انجام میدم. اما از نظر نوشتاری بنابر ادبیات به اصطلاح عرب، این ان شاء الله نباید سر هم نوشته بشه، باید جدا از هم باشه. ان جداگانه نوشته می شود و شاء الله این در واقع جداگانه نوشته می شود. اما اگر کسی بالفرض اگر منظورش این بود که ان شاء الله رو بنویسه سر هم نوشته ان شاء الله، این از نظر لغوی و ادبی در واقع اشتباه است. اما از نظر شرعی همون چیزی است که در نیتش بوده. هدفش این نیست که مثلا بگه که خب میگن ان شاء الله یعنی انشاء به معنی ایجاد کردن هست
وقتی که سر هم بنویسید شاید این تصور بشود که منظور ایجاد کردن الله متعال باشه، اما هیچ مسلمانی به این خاطر و با این انگیزه ان شاء الله نمیگه. ان شاء الله رو شما هر گونه تلفظ بکنید از نظر شرعی اشکالی ندارد، درست هست، همون چیزی که در دل شما هست همون مورد به اصطلاح ملاک و معیار هست. اما در نوشتاری باید این رو مراعات بکنید، جز آداب به اصطلاح احکام به اصطلاح زبان عربی هست که باید این جداگانه نوشته بشود و شاء الله جداگانه. آیا به دختر دایی یا دختر عمه محرم میشویم؟ اگر محرم بودی که نمیشد که دختر خاله و دختر عمه تو ازدواج بکنید. نه، محرم نیستید. دختر خاله و دختر عمه شما محرم شما نیستند. همچنین پسر عمو و پسر دایی شما و پسر خاله و پسر عمه از نظر شرعی محرم شما در واقع شمرده نمیشوند. شما با همدیگر نامحرم هستید و میتونید با همدیگر ازدواج بکنید. آیا گوش دادن به قرآن ثوابش برابر با خواندن قرآن هست؟ گوش دادن قرآن هم عبادت هست. از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم با همدیگر قرآن می‌خواندند وقتی که در یک مجلسی می‌نشستند و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از ابن مسعود خواستند که براشون قرآن بخواند و رسول الله صلی الله علیه و سلم استماع کردند. استماع قرآن، شنیدن قرآن یک عبادت است مانند خود تلاوت قرآن، اما ثواب تلاوت قرآن صراحتا در قرآن کریم بیان شده که هر حرفی در واقع ثواب دارد و این درجهش بالاتر است. ثوابشون با هم دیگر برابر نیست. تلاوت قرآن و شنیدن قرآن ثوابشون با هم دیگر برابر نیست، اما در کل هم تلاوت ثواب دارد و هم شنیدن قرآن، استماع قرآن هم ثواب دارد. رابطه جنسی از عقب جایز است یا با همسر یا خیر؟ نه، از دیدگاه جمهور اهل سنت و الجماعت رابطه مقعدی از نظر شرعی حرام هست و هیچ کدام از مذاهب اهل سنت و الجماعت چنین عقیده و باوری رو ندارند و برعکسش از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع من آمده و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه نفرین کردند که کسی که چنین کاری رو انجام بدهد و قرآن دستور داده که نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم، با زنان خودتان در واقع همبستر بشوید به هر کیفیت و وضعیتی که خواسته باشید، منتها به شرط این که از راه طبیعی و راه جلو باشد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که از ایشون سوال شد در مورد رابطه به اصطلاح زناشویی که چه چیزی حلال هست و چه چیزی به اصطلاح حرام هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که غیر از به اصطلاح رابطه جنسی در هنگام عادت ماهیانه که در قرآن به اصطلاح حرام شده و اعلام شده و همچنین دبر که از راه عقب باشه، این دو مورد به اصطلاح استثناء هست. این دو تا مورد حرام هست و اضافه بر این هر چیزی که به ذهن شما رسید مطابق با ذوق و سلیقه و فرهنگ شما بود از نظر شرعی ممنوعیتی وارد نشده. آیا ذکر الله اکبر تا 41 روز گفته بشود بخوانید آرزو برآورده می شود؟ نه، اینها همهشون بدعت هایی هست که فلان ذکر را نمیدونم تا 40 بخوانی، تا 40 بار بخوانی چنین و چنان می شود، فلان سوره را تا 40 بار بخوانی چله بگیری چنین و چنان می شود. هیچ کدام از اینها از احادیث رسول الله ثابت نیست. سوره یاسین رو 40 مرتبه بخونید، نمیدونم سوره به اصطلاح آیت الکرسی رو 40 مرتبه بخونید، فلان ذکر لا اله الا الله رو 40 مرتبه بخونید، الله اکبر رو 40 مرتبه بخونید که فلان آرزویتون برآورده میشه، فلان کار برای شما انجام میگیرد، به فلان نتیجه میرسید. نه، هیچ کدام از اینها از نظر شرعی ثابت نیستند. همه اینها بدعت هستند و خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله متعال ذکر بکنید، الله متعال دستور داده که زیاد ذکر بکنیم الله متعال را، اما این که فکر بکنید که اگر به فلان تعداد و عدد من ذکر کردم و حتما فلان اتفاق برای من میفته، نمیتونم بختم باز میشه، نمیتونم به آرزو میرسم، نمیدونم رزق و روزیم باز میشه، نه، تمام اینها خرافات و بدعت هستند و هیچ گونه واقعیتی ندارند. سلام، وقت بخیر. شیر خر حلال است یا حرام؟
حرام هست شیر و گوشت الاغ از نظر شرعی و دیدگاه اهل سنت و الجماعت حکمشون یکی هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم گوشت الاغ را و مشتقات الاغ را به صورت کلی و همراه با صیغه و متعه در خیبر حرام کردند. قبلا حلال بود و در غزوه خیبر مردم حتی الاغ ذبح کرده بودند و بر روی دیگ و آتش گذاشته بودند تا اینکه به اصطلاح رسول الله صلی الله علیه و سلم این حکم از جانب الله به ایشان رسید که گوشت الاغ حرام هست و همون دیگه هایی رو که بر روی آتش بودند همه را واژگون کردند و ریختند و حکم مشتقاتش هم همون حکم اصلش هست، همون گونه که به اصطلاح خود گوشتش حرام هست، چربیش پیش هم حرام هست و شیرش هم از دیدگاه اهل سنت و الجماعت کاملا حرام هست و جایز نیست که از شیر الاغ کسی به اصطلاح تغذیه بکند. منتها این حکم برای الاغ اهلی هست، الاغ اهلی یعنی خری که به اصطلاح معروف و مشهور است و الاغی که به اصطلاح الاغ غیر اهلی یعنی همون گورخر از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست. آیا وقتی که ما اذان میشنویم در حومه شهر هستیم میتوانیم نماز بخوانیم؟ بله، فرقی نمی کند. وقتی که اذان گفته شد یعنی این که وقت نماز داخل شده و شما وقتی که در اون جایی هستید اذان رو شنیدید، با همون اذان می توانید نماز بخوانید، لازم نیست دوباره اذان بگید. حتی اگر شما در شهر خودتون هستید، فرض کنیم یک جایی هستید که مسجد خیلی دور هست و شما اذان را نمیشنوید، لازم نیست که خودتون در خونه اذان بدید، نه اذان لازم هست و نه اقامه، نه اذان و نه اقامه. خودتون در منزل به صورت فرادان نماز میخونید، خصوصا خانم ها لازم نیست، نه اذان لازم هست و نه اقامه. اگر در یک جای از شهر اذان گفته شد به این معنی که در واقع وقت داخل شده، شما در هر جا باشید میتوانید که نماز خودتان را بخوانید. اما بالفرض در یک جایی مثلا شما اذان رو شنیدید، در مسجد اذان گفتند، الان شما یک گروهی در یک جای دیگر هستید، در حومه شهر هستید، میخواهید که با هم دیگر دوباره نماز بخوانید، آیا اذان باید بگویید یا خیر؟ هر دو صورتش جایز هست. در این صورت به هر دو گونه که عمل کردید جایز هست. اگر اذان گفتید هیچ اشکالی نداره، جایز هست. اگر اکتفا کردید به همون اذان شهر که شنیدید، باز هم از نظر شرعی اشکالی ندارد، هر دو صورت جایزند. اما اگر اذان شهر را نشنیدید، خودتون رفتید برای تفریح به طور مثال، بهتر و اولاتر همین است که هم اذان بگویید و هم اقامه بگویید. کاشت مژه و ابرو جایز است؟ چیزی که به عنوان کاشت باشد از نظر شرعی اشکالی ندارد. یعنی این که یک فردی فرض کنیم که ابرویش یا مژه‌اش یا حتی مثلا حکمش همون حکم موی سر هست، موی سرش مثلا ریزش داشته، حالا مثلا نیاز به کاش دارد، از نظر شرعی در این زمینه ممنوعیتی وارد نشده. در این زمینه یک روایت کلی ما داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که معروف است به روایت عرفجه، که یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگی بینیش قطع شد، شمشیر بینیش را برید و این صحابی یک بینی به اصطلاح مصنوعی درست کردند از نقره، اما این عفونت کرد به خاطر اینکه نقره بود. بعد از آن یک بینی به اصطلاح ساختن برایش از طلا بود و این حدیث اصل است برای مواردی که یعنی برای جراحی ها و عمل ها و برای تمام مواردی که جز زیبایی هستند، در صورتی که برای رفع عیب باشند اشکالی ندارند. همچنین مثلا کاشت مو برای رفع عیب هست، یا مثلا کاشت مژه یا کاشت مثلا ابرو در صورتی که به عنوان کاشت باشد از نظر شرعی و خصوصا وقتی که نیازی باشه، یک فردی مثلا به خاطر بیماری ابرویش یا مژه‌اش به صورت کلی افتاده یا کم پشت هست به اندازه‌ای که زشت هست و زشت نما هست، یک دغدغه شده برای مثلا اون افسردگی گرفته، در این صورت از نظر شرعی اشکالی نداره و کاشت مژه و ابرو جایز هست. اگر فرزند دختر سوالتون رفت. اگر پیش از پدر وفات بکند به اون میراث میرسد؟
هر کسی که قبل از به اصطلاح پدر و مادر وفات بکند، قبل از به اصطلاح مورث وفات بکند، از نظر شرعی به اون ارثی تعلق نمیگیرد. ببینید حکم شرعی در این زمینه، خود این مال اسمش هست ارث. این ارث چه زمانی تبدیل به ارث می شود و چه زمانی یک فردی مستحق این ارث می شود؟ زمانی که یک فردی وفات می کند، مورث وفات می کند، بعد از آن وارث زنده هست، به اون می رسد. اما اگر کسی قبلا وفات کرده، یعنی این که این موقعیت برایش فراهم در واقع نشده، اون نصیبی ندارد. اما از نظر شرعی پدر بزرگ، به طور مثال پدر بزرگ باید برای نواهایش وصیت بکند، از ثلث مالش یک سوم مالش رو به نوه‌هایش، اگر نوه دارد و وجود دارند به اصطلاح نوه‌هایی دارد، برای اونها وصیت بکنند. اما به عنوان یک سهم مشخصی از میراث در واقع ندارند. من مریض بودم، پیش هر دکتری رفتم، تشخیص ندادن. پیش ملا رفتن، کتاب باز کرده و گفته که افسردگی گرفتی. آیا گناه کبیره مرتکب شدی؟ یک کلام خدمت شما عرض بکنم. هر ملای، ماموستای، شیخی، سیدی، هر کسی که به شما گفت که کتاب باز کردم و دیدم که شما فلان و فلان شدید و فلان مشکل رو دارید، فلان بیماری رو دارید، فلان نمیدونم اتفاق افتاده برای شما، مطمئن باشید که این فرد اگر فردا من هم که باشم این حرف را بزنم، مطمئن باشید که این یک دغل و دروغ هست. هر کسی چون این کاری بکند، این انسان شیادی هست، انسان دروغگویی هست و صرفاً برای کسب درآمد، برای منفعت شخصی خودش این کار رو انجام میده. در هیچ کتابی، باز کردن هیچ کتابی، در هیچ کتابی حکم زندگی شما ننوشته، آینده شما ننوشته، این که برای شما چه اتفاقی میافتد و شما چه مشکلی دارید، در هیچ کتابی ننوشته مگر کتابی که نزد الله متعال هست، لوح محفوظ هست. و هیچ انسانی، هیچ پیامبری، هیچ فرشته‌ای، هیچ جن و شیطانی به لوح محفوظ دسترسی ندارند. این جز عالم غیب هست، غیر از الله متعال این را نمیداند. هر ملایی، دعانویسی، شیخی، سیدی، ماموستایی، هر کسی که اسمش را بگذارید، اگر گفت که من برای شما سر کتاب باز میکنند، اینو مطمئن باشید که دروغ میگوید. اصلا کتابی وجود ندارد. کدوم کتاب سرش رو باز بکنند؟ آیا به لوح محفوظ دسترسی دارد؟ آیا از غیب خبر دارد؟ آیا الله متعال به اون یک اجازه‌ای رو، همچنین چیزی رو داده؟ نه، هیچ کدام از اینها ثابت نیست. هر کسی که ادعا بکند که از آینده شما خبر دارد، از مشکل شما خبر دارد و فکر بکنید که مثلا از روی نمیدونم کف شما رو خوانده، نمیدونم برای شما کتاب باز کرده، مطمئن باشید که انسان دروغگو و شیادی هست. ولو این که یک حرفشون احیانا هم راست در بیاد، این که یک مرتبه دو مرتبه مثلا حرفشون راست دست بیاد، اینا بنابر تجربه‌ای که دارن خود طرف رو میشناسن، بعضی کلیاتی رو مثلا به شما میگویند که شما فکر میکنید که بله دقیقاً همین چیزی هست که اون گفته. نه، اینو باور نداشته باشید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی نزد کاهنی برود و از اون سوال بکند و حرفش را باور بکند که این حرفی که زده واقعا هم اینطور هست، فقط کفر بما انزل علی محمد، چون این شخصی به قرآنی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده در واقع کفر کرده. اگر بخوام دندانی را که روکش بکنم، اگر بخوام فول استیل یا نقره باشه، حکمش چی هست؟ هیچ اشکالی نداره. دندان مصنوعی اگر شما قرار باشه که بگذارید، از هر فلزی که باشه، از هر ماده‌ای که باشه، از نظر شرعی اشکالی نداره. فلز باشه یا مثلا نقره باشه یا حتی طلا باشه، از نظر شرعی اشکالی نداره. حدیث رو قبلا خدمت شما عرض کردم که ارفجه در جنگی به اصطلاح بینیش قطع شده بود و ابتدا بینی به اصطلاح نقره‌ای درست کردن براش، عفونت کرد، بعدش مجبور شدن که از طلا برایش بینی درست بکنن. شما هم دندانتون اگر از طلا باشه، نقره باشه، فلز دیگری باشه که به اصطلاح ماندگاری داره، زنگ نمیزنه، یا از مواد دیگری باشه، هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. حکم خرید و فروش تتر چیست؟
ببینید از نظر شرعی در مورد مثلا این تتر حکمش با بقیه ارزهای دیجیتالی یک مقدار متفاوت هست، زیرا که این میگن که مثلا پشتوانهش دلار هست، برابر با هر تتر برابر با $1 هست و عملا اون رو قبول کردن در جامعه و خرید و فروش می شود و به اصطلاح شرکتی که این رو به اصطلاح ساخته و تولید کرده پشتوانه پولی در مقابلش دارد و عملا یک همون به اصطلاح دلار هست، اما دلار الکترونیکی هست و قابل معامله هست. در این صورت نظر بسیار از علما این است که این اشکالی نداره و با اصول شرعی و با قوانین اقتصادی و فقهی که در این زمینه هم وجود دارد این اشکالی ندارد و از نظر شرعی خرید و فروشش، معاملهش یا خرید و فروش با آن از نظر شرعی اشکالی ندارد. بهترین درمان وسواس چیست؟ در مورد وسواس یک کلیپ به اصطلاح کاملی هست، بنده توضیح دادم در پیج هست، اون رو ببینید انشالله که مشکلتون حل میشه. اما مؤثرترین به اصطلاح درمان وسواس این است که من از شما سوال میکنم وسواس خناس کیست؟ شیطان هست، این رو شما میدونید. اگر از شما بپرسند که این وسواس از جانب کی هست، میگین از جانب شیطان هست. خب وقتی که خودتان میدانید از جانب شیطان هست، شما حرف الله را قبول میکنید یا حرف شیطان را؟ الله و رسول گفتند شما یک مرتبه اعضای وضوی خودتان را شستید وضویتون کامل هست. الله و رسول گفتند شما اگر این گونه غسل کردید غسلتون کامل هست. الله و رسول گفتند شما تکبیر گفتید این گونه نماز خواندید نمازتون درست هست. شیطان وسوسه انداخته در قلب شما، میگه نه وضوء درست نیست، نمیدونه نیت درست نشد، غسل درست نشد، فلانجا اشکال هست. خود شما هم میدانید که این از جانب شیطان هست. الان شما حرف شیطان را قبول دارید یا حرف الله متعال رو؟ کدوم براتون اعتبار داره؟ قطعا حرف الله متعال رو باید قبول بکنید. به هیچ عنوان به وسوسه‌ای که در مورد طهارت و وضو و غسلتون و نمازتون هست به هیچ گونه اهمیت ندید. بگذارید واگذار بکنید به الله متعال. حکم الله و رسول در این زمینه این هست که وسواس از جانب شیطان هست و شما وقتی که وسواس آمد در دلتون پناه ببرید به الله متعال، بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کار خودتون رو که انجام دادید، عملی را، عبادتی رو که انجام دادید واگذار بکنید به الله متعال و به هیچ عنوان به وسواس خودتون ترتیب اثر ندهید که این پایانی برای شما ندارد. اگر راه وسواس رو باز کردید برای همیشه بیمارید تا حدی میرسه که افسردگی میگیرید از نماز و روزه و زکات و حج و عبادت و تقرب به الله همشون در واقع شما زده میشوید و خسته میشوید و هدف شیطان هم همین است که شما را در واقع خسته بکند تا اینکه نهایتا به جای برسید بگید که خب وقتی که عبادت من درست نیست من اصلا عبادت نمیکنم، وقتی که نماز من میدونم که درست نیست اصلا نماز نمیکنم. این ترفند شیطان است که شما را به این مرحله برساند. حکم پر کردن دندان چیست؟ اشکالی نداره، پر کردن دندان جایز هست، روکش کردن دندان جایز هست، کاشت دندان جایز هست و هیچ گونه اشکالی برای وضوی شما و برای غسل شما ندارد. حتی اگر تمام دندانها را شما هم به اصطلاح روکش داشته باشه، کاشت داشته باشید در نظر شرعی اشکالی نداره و وضو و غسل شما کاملا صحیح هست و این در واقع همین دندان مصنوعی که شما گذاشتید، روکشی که وجود داره، این در واقع حکم جایگزین خود دندان هست و حتی برای مثلا وضو و غسل از دیدگاه بسیاری از علما مانند شوافع یا مثلا
میگن مالکی ها لازم نیست که در هنگام وضوع غسل، این جزء ارکان نیست، نه در وضوع و نه در غسل. الان در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مثلا در غسل جزء به اصطلاح ارکان غسل اینو حساب کردند، به اصطلاح شستن به اصطلاح دهان را، اما باز هم لازم نیست که حتما استیعاب صورت بگیرد که تمام قسمت های دهان در واقع شسته بشود. حتی در بحث شستن به اصطلاح دهان استدلالی که میگیرند برای این که دهان باید شسته بشود در غسل، میگه این جزء مواجهه است، یا در بحث وضو جزء مواجهه هست. مواجهه یعنی اون چیزی وقتی که شما روبروی یک فردی باشید دیده بشود و تمام دهان در واقع دیده نمیشود. وقتی که شما با یک کسی صحبت میکنید تمام جزئیات دهانش رو شما در واقع نمیبینید. و در صورتی که شما کاشت دندان انجام دادید، دندانتون رو پر کردید، روکش داشته باشه، این در واقع همین روکش و همین دندان مصنوعی جایگزین همون اصل هست و از نظر شرعی وضویتون درست هست و هیچ گونه اشکالی نداره. هم وضو و هم غسلتون در این زمینه وسواس زیاد نداشته باشید. آیا در دریا همیشه نماز مسافری بخوانیم؟ ما 2 ماه در دریا هستیم، همیشه در حرکت هستیم، 10 تا 20 کیلومتر. اگر همیشه در حرکت هستید تا زمانی که در حرکت هستید شما نماز رو باید به صورت مسافری بخوانید. اما اگر یک جایی رفتید، لنگر انداختید و مدت زمانی در اونجا طولانی در یک جا ثابت هستید و جای دیگری نمی روید، در این صورت حکمش اینه که شما در اونجا مقیم هستید. اما در صورتی که هر روز مثلا 10 کیلومتر کمتر بیشتر جابجا میشید، این طرف و آن طرف می روید، حکمش این است که شما در حالت مسافرت هستید. آیا ماشین قسطی خریدن حرام است به خاطر سودی که روی آن می آید؟ نه، حرام نیست. خریدن ماشین، خودرو یا وسایل زندگی یا هر چیزی دیگری باشد به صورت قسطی جایز هست، ولو این که قیمت قسطی با قیمت نقدی متفاوت باشد. این از نظر شرعی اشکالی ندارد و درست است، منتها به شرط این که معامله از اول مشخص باشد. من این خودرو را به شما میفروشم 6 ماهه به قیمت فرض کنیم که 500 میلیون. هم قیمت مشخص هست و هم نوع معامله مشخص هست که این معامله قسطی هست، هیچ گونه اشکالی نداره، جایز هست. اما اگر این گونه باشد که من این خودرو رو به شما میدم امروز، تاریخ این امروز من این خودرو رو به شما میدهم، تا 1 ماه صبر میکنم، اگر پول ما رو آوردید، این قیمتش 400 میلیون هست، اگر آوردی 400 میلیون رو به من دادی تا 1 ماه، من این رو نقد حساب میکنم. اما اگر از 1 ماه بیشتر شد، من اینو نسیه حساب میکنم، قیمتش فرض کنیم 600 میلیون میشه. این خود دانی اگر تا 1 ماه پول رو آوردید نقدی هست و اگر تو از 1 ماه بیشتر شد من اینو نسیه حساب میکنم. اینا 2 تا معامله در یک معامله شد، 2 معامله در یک معامله، یعنی یک جنسی رو شما با 2 بار معامله کردید. یک قیمت به اصطلاح نقدی هست و یکی معامله نسیه یا همون قسطی هست در واقع. و رسول الله صلی الله علیه و سلم از بیعتین فی بیعه، یعنی 2 معامله در یک معامله منع کردن. این از نظر شرعی جایز نیست و سبب اختلاف و درگیری هم می شود. این مورد دومش جایز نیست. اما مورد اولش که هم قیمت به اصطلاح خودرو مشخص هست و
هم این که نوع معامله از اول مشخص است، این اشکالی نداره. من این ماشین رو که الان قیمت نقدش 450 میلیون هست الان، اما من اینو به شما میفروشم 6 ماهه مثلا 500 میلیون 550 میلیون، از نظر شرعی اشکالی نداره و سود شمرده نمیشه. زمانی سود شمرده میشود که پول در مقابل پول باشد. الان پول در مقابل پول نیست، پول در مقابل کالا هست. و نقطه دیگرش این است کسانی که معامله قسطی نسیه انجام میدن درصد را محاسبه نکنند که به اصطلاح قیمت این ماشین به طور مثال الان به 100 میلیون 500 میلیون هست، من نمیدونم فلان درصد 30% میگیرم و این 30% مثلا همین قیمت نقدی رو 30%ش رو حساب میکنید و نهایت قیمت نهایی میشود این مقدار. نه، این درست نیست. خودتون از طرف خودتون الان در دل خودتون چی هست اون بماند، اون اشکالی ندارد. اما این که با طرف بگید قیمت این ماشین مثلا این اندازه هست، من 30% از این پول رو سودش رو از شما میگیرم، این از نظر شرعی اشکال دارد. اما این که خودتون از طرف خودتون یک قیمت نهایی برای خودرو که قسطی باشه یا نسیه باشه تعیین کرده باشید، در این صورت ربا نیست و اشکالی ندارد. آیا حقیقت دارد که مردن کبک در خانه شوم هست یا بدبیاری داره؟ نه، هیچ گونه اشکالی نداره. در خونه کبکی بمیرد مثلا یا مرغ دیگری باشه، کبوتر وجود داشته باشه، برخی از مردم فکر میکنند که وجود کبوتر در خانه یا وجود کبک مثلا نحس هست، بدبیاری میاره. نه، چون این چیزی وجود نداره. جایز هست شما نگه داشتن کبک یا کبوتر در خونه، جایز هست به شرط این که برای همسایه‌های خودتون به اصطلاح مزاحمت ایجاد نکنید و هیچ گونه از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد و نحوست و بدبیاری هم در واقع ندارد. اگر موی بدن چرب باشه، موی سر و بدن چرب باشه در هنگام غسل، آیا غسل صحیح هست؟ ولی اشکالی ندارد. مویی که چرب باشد در وقت وضو، مثلا شما سرتون مثلا چرب هست یا اینکه موی سرتون وضو گرفتید بر روی آن مسح کردید، یا اینکه مثلا وقت غسل هست مویتون رو مثلا قبلا چرب بوده رفتی زیر دوش، این اشکالی نداره. وضو و غسل شما درست است مگر در صورتی که یک لایه اضافی بر روی موی شما وجود داشته باشه. اگر یک لایه اضافی بر روی مو یا بدن وجود داشته باشه اون یک حکم دیگری هست. اما زمانی که یک لایه اضافی وجود ندارد، هم وضوی شما درست است و هم غسل شما. این که مثلا وقتی شما وضو میگیرید مثلا کرم زدید، وازلین استفاده کردید، دستتون مثلا چرب هست، این مانع صحت وضو و غسل نمی شود. اگر آب مزی خشک بشود آیا میشه با اون لباس نماز خواند؟ اصل بر این است که مزی نجس هست، مزی نجس هست، حکمش حکم ادرار هست. و این مسئله رو چون که دوستان خیلی سوال میکنن من اینو مفصل تر توضیح بدم. آبی که از بدن خارج میشه در 3 قسم هست، 3 مورد به اصطلاح اساسی یا 4 مورد هستند که ترشحاتی آبی که از بدن انسان دفع می شود. یا این که ادرار هست. خب ادرار رو همه میدونن، نیازی به تعریف ندارد. ادرار به اصطلاح همه میدونند که نجس هست، همه میدونند که نجس هست. و یک مایع دیگری هست به نام ودی که بعد از ادرار خارج می شود. یک مایع غلیظ و شفاف رنگی هست که بعد از ادرار خارج می شود، این اسمش ودی هست. این مورد دوم.
یک مایه دیگری هست که به اصطلاح آب شهوت هست. زمانی که انسان تحریک می شود از بدن انسان خارج می شود، این اسمش مزی هست. این سه مورد از نظر شرعی هر سه تاشون نجس هستند و اگر به اصطلاح خارج بشوند از بدن وضو میشکند و اگر به لباس اصابت کردن حکمش این است که لباس باید شسته بشود. این حکم به اصطلاح این سه مورد هست. مورد چهارمش منی هست. مورد چهارم منی هست و این منی از دیدگاه جمهور علما پاک هست. از دیدگاه جمهور علما منی پاک هست. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این رو نجس میدونن و در حدیث اومده که اگر این رو به اصطلاح اگر خشک شد این لباس رو به هم دیگر به اصطلاح بمالید اینطوری که پاک بشود، از نظر شرعی اشکالی ندارد، نمازتون درست است. اما در کل یعنی شستنش اولاتر و بهتر هست. شستنش اولاتر و بهتر است تا اینکه از این خلاف فقهی دیدگاهی که در این زمینه وجود دارد دیگه خیالتون در این زمینه در واقع به اصطلاح پاک یعنی خیالتون راحت باشد. بالفرض این که بعد از این که لباسی رو که بر روی اون منی هست شما شستید اما باز هم لکه و اثرش وجود داشت، اشکالی نداره، هیچ گونه اشکالی وجود نداره، نمازتون کاملا درست است. اما اگر ادرار بود یا اینکه مزی بود و بر روی لباس، حتما باید شسته بشود. اگر شما متوجه نشدید و نماز خوندید، اگر مقدارش کم بود اشکال نداره، نمازتون صحیح است، لازم نیست که نماز خودتون رو اعاده بکنید، مگر در صورتی که به اصطلاح زیاد باشد و یک قسمت مثلا زیادی از لباس شما آغشته باشد، در این صورت باید نماز خودتون رو دوباره اعاده بکنید. اگر در اتاقی عروسک باشد نماز خواندن تو اون اتاق قبول می شود؟ بله قبول می شود، اشکالی ندارد. اگر عروسک و اسباب بازی باشه برای بچه ها در یک خونه باشه، از نظر شرعی اشکالی ندارد و نماز شما کاملا صحیح است. اما به صورت کلی وجود عکس در خانه یا وجود مجسمه کراهت دارد. وجود مجسمه کراهت دارد. اما چیزی که در حد عروسک هست، اسباب بازی بچه ها هست، زیر دست و پا افتاده این طرف اون طرف، این هیچ گونه به اصطلاح اشکالی در نماز شما ایجاد نمی کند. آیا نماز قضا حتما باید خوانده بشود؟ اگر نمازی را که از دست شما قضا شده، به این معنی که شما خواب افتاده بودید یا مشغول بودید، فراموش کردید، سر کار بودید، یادتون رفت نماز بخونید، بعداً یادتون آمد، بله به اتفاق علما چنین نمازی باید دوباره یعنی به جا بیاورید. نماز چیزی را که فراموش کردید حتما باید نماز را بخوانید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم فرمودند من نام عن صلات او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. هر کسی که خواب افتاد و نمازش قضا شد یا این که بیدار بود و فراموش کرد، سر کار بود و سرگرم بود، بعداً متوجه شد که نماز نخوانده، فلیصلیها اذا ذکرها، هر وقتی که یادش اومد اون نماز خودش را قضا بیاورد و غیر از این کفاره دیگری هم ندارد. کفاره دیگری هم ندارد. همین که شما نماز قضایی رو دوباره بخوانید، لازم هم نیست که بگید که من نماز قضا رو میآورم. همین که مثلا نماز ظهر رو مثلا شما نخوندید، الان نماز عصر یا شب مثلا یادتون اومد، الان میخواید همون نماز رو بخونید. همین که در دل شما هست که من همون نماز ظهر رو که از من قضا شده اون رو میخونم، یا نماز عصر مثلا قضا شده، هر نماز دیگری شما دلتون این است که اون نماز رو من دوباره میخونم، همین کفایت میکند. بحث ادا و قضا فقط در رابطه با وقت هست، یعنی در نیتش تفاوتی وجود نداره. ادا یعنی نماز خواندن در وقت مشخص، قضا یعنی خواندن همون نماز خارج از وقت. اما نیتش دیگه تفاوتی نداره. لازم نیست که شما بگید که من نیت کردم که بخونم نماز قضا را، نه، همین که بگی من نماز ظهر امروز را میخونم همین کفایت میکنه. تفاوتی نداره که الان وقت ظهر باشه که شما نماز را ادا بکنید، یا فرض کنیم وقت عصر باشه که نماز ظهر شما قضا شده باشه. اسم ادا و قضا خود به خود روی همین وقت هست. اگر شما این نماز را در وقت خوندید یعنی این که ادایش کردید، اگر در خارج از وقت خوندید نیتش فرق نمیکنه، اما میشود قضا. قضا به این معنی که شما نماز فلان وقت را در وقت خودش نخواندید و خارج از وقت خودش خواندید. اما نمازهایی را که انسان عمدن ترک کرده
نمازهایی را که شما در جوانی عمدن ترک کردید، تارک الصلات بودید، حکم اونها متفاوت است. گرچه بیشتر علما، جمهور علما شاید نظرشون بر این باشه که اونها باید قضا بیاورید. شاید حتما شنیدید که شما باید در هر وقتی که نماز خوندید، نماز فرض خوندید، نماز سنت نخونید، به جای نماز سنت نمیدونید نماز قضا بخونید، یا در هر وقتی که فرض بود یک فرض دیگر به نیت گذشتهتون بخونید. این نظر برخی از علما هست، اما واقعیت این است که نمازی که قضا شد دیگه، یعنی عمدن ترک شد، قضایی ندارد و هیچ نمازی هم نمیتواند جایگزین آن باشد. همین که شما الان توبه کردید از گذشته خودتان و پایبند نماز بشوید، همین در واقع اگر شما توبه کردید و پایبند شدید، در واقع شاهکار کردید. با توبه کردن الله متعال گذشته شما را میبخشد. قضای نمازهای گذشته بر شما لازم نیست، منتها به خاطر این که گذشته مثلا گذشته و فوت شده، فرصت از دست شما رفته، این همه سالهای عمرتون بدون نماز گذشته و شما ثوابتون کم شده، سعی بکنید که از این به بعد بیشتر نماز بخوانید، نماز نفل بیشتر در واقع بخوانید. اما گذشته همین که توبه کردید انشالله همین کفایت میکند، لازم نیست که تمام نمازهای عمرتون را دوباره قضا بیاورید. دیه حلال هست یا حرام؟ دیه حلاله به اتفاق علما. دیه جایز هست گرفتنش و خوردنش هم حلال است. تفاوتی نداره که دیه نفس باشه، یعنی که به اصطلاح کسی رو کشته باشند یا در تصادف به اصطلاح مرده باشه شما دیهش رو بگیرید، یا اینکه دیه تلف عضو باشه، کسی به شما زده، مثلا زخمی شدید، دستتون رو شکسته یا حتی ضربه‌ای زده، در مقابل دادگاه مثلا حکم کرد که به شما یک دیه‌ای و عوضی بدن. از نظر شرعی هیچ اشکالی نداره، گرفتن این و خوردنش از نظر شرعی هم جایز و حلال هست. آیا خودارضایی حرام است؟ بله، از دیدگاه جمهور فقها خودارضایی حرام هست. از دیدگاه جمهور علما نظرشون بر این است که خودارضایی حرام هست. اما مواردی هستند که به اصطلاح وقتی که انسان مجبور شد، بنابر مجبوریتی به طور مثال این کار رو انجام داد، یا به خاطر اینکه مشغولیت ذهنی و دغدغه خودشون مثلا برطرف بکنه، یا اینکه احتمال داره که دچار به اصطلاح گناه بشه، لواط و زنا بشه، به خاطر این مثلا این کار رو انجام داد، در این صورت از نظر شرعی اخف الضررین رو به اصطلاح انتخاب کرده و گناهی برگردنش در این صورت نیست. گرچه بسیاری از علما مانند علامه ابن حزم اندلسی رحمت الله علیه، امام شوکانی رحمت الله علیه و بسیار از علمای معاصرین نظرشون بر این است که برای حرام بودن استمناء دلیل صحیح و صریحی نه در قرآن آمده و نه در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. از کلیات فقها این استنباط کردن والذین هم لفروجهم حافظون، کسانی که به اصطلاح شرمگاه خودشان را حفظ میکنند، که در مورد این آمده که یعنی با غیر از همسران خودشون رابطه جنسی ندارند. برخی از فقها این مراد از محافظت را این هم گرفتند که به اصطلاح استمناء هم نکند، که این استدلال جای تأمل و به اصطلاح نظر داره، با توجه به این که حدیثی و آیه‌ای که صراحت داشته باشه، حدیثی که صحیح باشد در این زمینه وجود ندارد. برخی از فقها نظرشون بر این است که استمناء حرام نیست. اما به هر صورت عادت کردن به یک موردی، حتی مثلا موردی رو که حلال هست مثلا انسان ان زیاد انجامش بده، شاید یک سری عوارضی رو داشته باشه، اما در صورت ضرورت، برابر نیاز، برای اینکه دغدغه فکریش رو دفع بکنه، برای اینکه حضور ذهن داشته باشه در به اصطلاح امتحانش، یا برای اینکه مثلا از گناه دوری بکنه، کسی این کار رو انجام داد، انشالله که ملامتی برگردنش نیست. نماز قضای چند ساله رو چه کار بکنیم؟ توبه بکنید از گذشته خودتون، قضا لازم نیست. قبلا توضیح دادم همین که شما از گذشته خودتون توبه بکنید و الان پایبند نماز باشید، همین انشالله کفایت میکند. الله متعال خودش از صداقت شما باخبر است. اگر واقعا صادق باشید در توبه خودتون، پشیمان باشید از گذشتهتون، الله متعال گذشتهتون رو معاف میکند. آینده رو شما مواظب خودتون باشید و نماز رو سر وقتش بخوانید.
آیا موی گربه به لباس یا سجاده نماز را باطل می کند؟ نه موی گربه لباس را باطل می کند، نه به اصطلاح بر روی لباس باشه، بر روی جانماز باشه. حتی خود گربه هم وقت نماز شما اومد از روی شما مثلا روی بدنتون بود، یا اینکه به اصطلاح روی جانمازتون اومد، نمازتون از نظر شرعی صحیح از اشکالی نداره. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که انها من الطوافین علیکم الطوافات. گربه حیوانی هست که خودش رفت و آمد داره در خونه شما. اگر قرار باشه که این نجس باشه، این سبب حرج می شود، سبب زحمت می شود برای شما که هی این طرف رو بشو اون طرف رو بشو. نه، شریعت اسلامی این رو به اصطلاح معاف کرده، حرام نیست. یعنی این که به اصطلاح مویش یا رفت و آمد داشته باشه، بر روی لباس شما باشه، بر روی فرشی که نشستید باشه، این از نظر شرعی به اصطلاح نجس نیست و نمازتون هم کاملا صحیح هست. در این زمینه وسواس نداشته باشید. خب دوستان و عزیزان، به همین مقدار کفایت میکنیم و تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر شما رو به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.